یکی از مشکل‌هایی که مریض‌های ما دارن این هستش که بعد از جراحی‌های مچ دست یه وقتی پینی گذاشتیم، یه پلاک گذاشتیم، گچ گرفتیم، بالاخره بی حرکتی برای مچ دست اتفاق افتاده و اون باعث شده که عضله‌ها خشک بشن به اصطلاح بعد از جراحی. ما برای اصلاح این حرکت دو دسته عضله عمده در اطراف مچ دست داریم. عضله‌های خم کننده و عضله‌های تا کننده. دو تا ورزش داریم برای کشش این عضلات و بازگشت حرکت‌های مچ دست که به شما آموزش میدیم. ورزش اول برای کشش عضلات خم کننده مچ دست. همونطوری که می‌بینید دست رو به سمت بدن قرار میدیم، بعد وزنمون رو روی آرنجمون میندازیم که کشش عضلات خم کننده مچ دست که این قسمت قرار گرفتن اتفاق بیفته. 10 ثانیه میستیم، باز دوباره اون رو چول می‌کنیم و این حرکت رو تکرار می‌کنیم. ورزش بعدی برای کشش عضلات تا کننده مچ دسته. دستامون رو مشت میکنیم، رو به هم قرار میدیم، پشت دست رو روی زمین قرار میدیم و سعی میکنیم کل ساعد روی زمین قرار بگیره. اینطوری در واقع عضلات تا کننده مچ دست تحت کشش قرار میگیرن. دوباره بالا میایم، باز میریم پایین، 10 ثانیه باقی نگه میداریم و دوباره تکرارش.